سلام، چطوری؟ سنگین ترین چیزی که باید شما بلند کنی لوازم آرایشته. فرش 6 متری و لوله نکن، بلند کن ببر. کجا میری هرکول؟ کجا میخوای بری؟ برای پسره وام جور میکنی؟ کت خدایی تو، حشمت فردوسی تو، نکن. میگم ملو باش، اسلو باش، با دریل دیوار رو سوراخ میکنی؟ شما عزیزم شغلت پرنسس بودنه، باید آهسته و آروم باشی. بعد برای پسر مردم از آشناتون 2 حلقه لاستیک میگیری، میگه ارزون میده. لاستیک میخری واسه پسر مردم؟ پشت فرمون چه فشایی میدی؟ فش میده یه پرنسس پشت فرمون، یکی میپیچه جلوش فش میده، ولی تو فش میدی. چه فشایی هم میدی؟ من معنیشو بلد نیستم. نکن. یهو یکی میشنوه، موهاتو کرلی کردی، عینک دودی زدی، اصلا فکر نمیکنه تو فش بلد باشی، ولی چه فشایی میدی پشت فرمون؟ نکن. اینا راهش نیست. نکن.